سلام، خوش اومدین با ویدیوی دیگه با من. امروز اینجا تعطیل شنبه است. کلی کار امروز داریم من که بخوایم انجام بدیم. من غذا درست کنم. امروز قراره بریم یه جا که یه کلابه که بالای روف گاردنه. قراره بریم اونجا. بعدش هم قراره بریم شهرداری اونجا هم فیلم فستیواله که قراره کنسرت بیلی آیلیش اونجا بذارن و بعدش هم کنسرت کولدپلی. همین دیگه. امروز با من همراه باشین. الان پیازو باید خورد کنم. میخوام مرغ درست کنم با سیب زمینی و پلو. این مرغ الان یخ بسته چون یخچال بودن. میخوام بذارم توی آب گرم. هر کسی که مهاجرت کرده تازه میدونه این چقدر کمک کننده است. برنجی که گرفتم، این یه پیمانه آب، یه پلو پز اینه که خودش درست میکنه دیگه. من اینو ریختم این شمال میذارم تا سوچه. تصمیم دارم که الان برم خرید بکنم یه کوچولو، به خاطر اینکه امروز شنبه است. بعد اینکه یک شنبه کلا اینجا تعطیله، یعنی سر تا سر اتریش تعطیله، مغازه همه بستن. روزای شنبه هم تا ساعت 6 بازن. من چون غروب کار دارم بابام خریدار الان انجام بدم. آقا من همینجوری میخوام برم خریدار انجام بدم و بیام. میبرم بخاطر اینکه اینجا پلاستیک نمیدم و ما با خودمون ساک ببریم تا بتونیم وسایلمون رو بیاریم تا خونه. دیگه بریم بیرون. هم هوا خنک شده، من میخوام اینجوری برم. ولی استایل من فقط وقتی که میخوام برم خرید کنم. هوا رو ببین. قسمت میوه و ایناست. این یه بسته، این دو بسته. من دفعه پیش اینو گرفتم، قیمتش هم 2 یورو 19 سنت. خیلی خوب بود. میخوام دوباره همین رو بگیرم. بچه من این ماستم برداشتم اونجا خیلی شلوغ بود، نمیتونستم ویدیو بگیرم. این ناگت ما دفعه پیش گرفتم، خیلی خوب بودن. دوباره میخوام بگیرم. قسمت دستمالا که من اینو برداشتم. سطحش خیلی شلوغه و من چون باید با گوشیم حساب کنم نمیتونم قسمت حساب کردن براتون ویدیو بگیرم. ولی خب الان حساب کنم دیگه. این وسایلای منه، گذاشتم اینجا. آقا انقدر اونجا شلوغ بود من دیگه نتونستم موقعی که حتی وسایل رو میذارم داخل ساک براتون ویدیو بگیرم. بریم خونه ببینیم غذا در چه وضعیه و اینکه سری وسایل رو جابجا کنم و حاضر شم، چون که ساعت 4 با دوستم قرار دارم که بریم اون کلابی که توی روف گاردنه. آقا این از مرغه، اینم که حالا فیلمه، اینم از پلو. بخوریم دیگه. این از نهار امروز. خیلی دیر شده و اینکه من با سری حاضر شم تا برسم به دوستم. الان لباسایی که انتخاب کردم که بپوشم و بهتون نشون میدم. بعدش هم بریم با هم دیگه آرایش کنیم و زود بریم که دیر میشه. من 2 تا چیزم از شین سفارش داده بودم، بهم دستم رسید. یکی دامن بود که افتضاح در اومد که من اون رو باز کردم، خیلی بد بود. این خیلی خوشگله، الان میخوام بپوشم ببینید تو تنم چجوریه. این شکلیه، خیلی گوگولیه و اینکه این پشتشه که بازه، کلا پشتش اینجوریه، خیلی خوشگله. با این شلوار میخوام بپوشم با کتونی سفید، امیدوارم بارون نباره و اینکه تواس سردتر از اینی که هست نشه، چون من میخوام بپوشم. خلاصه 1 2 3 بریم الان بیرون آرایش کنیم و زود باید بریم، دیر شده. من عاشق بوی اینو از همون داشتیم می‌اومدیم از ایران گرفتم. آقا من اینجا پایه ندارم بخوام ویدیو براتون بگیرم، سریع آرایش میکنم بعد ادامه ویدیو رو بعد از آرایشم میبینیم. من حاضر شدم دیگه، دیره، خیلی دیره. بریم بیرون براتون ویدیو میگیرم.
فکر کن هوا یخه، بعد من رفتم چه لباسی پوشیدم. بریم که دیره، خیلی دیره. دوستم فکر کنم دیگه رسیده، من هنوز سوار نشدم و بهش گفتم رفت. باورم نمیشه رفت. یه باد خنکی داره میاد که نشون میده شب قراره یخ بزنیم. دوستم رسیده، یه دونه مونده. رسیدیم. وای چقدر قشنگه. بالاخره به هم رسیدیم بعد از 1 ساعت. نیم ساعت دیر اومد. کل ویدیو داشتم میگفتم امیدوارم منو نزنه، من دیر کردم. ما رسیدیم الان، با بلیطمون رو نشون بدیم. هیچکی نیست اینجا، هیچکی، فقط من و دورسایم. ما 1 ساعت زود اومدیم، میخوایم الان یه خوردیم ور بچرخیم بعد بریم. خودشون پشماشون ریخته بود، ما 2 تا رفتیم تو. چه ارزونه، خوبه. ما اومدیم نون بخریم. واقعا ما یه دونه اینو گرفتیم، الان داریم نوشیدنی میگیریم. خب بیا. الان داریم میریم سمت اونجا که دیر شده، خیلی دیر شده. ما رسیدیم. ما اومدیم اینجا، خیلی شلوغه، نمیشه راحت ویدیو گرفت اینجا، ولی من دارم مقابل با اینا میگیرم. همه تازه شب میاد، ما اومدیم خبر نیست. ویو ما در حال حاضر. ما به خاطر کنسرت بیلی آیلیش اونجا رو فروختیم فعلا. بریم کنسرت بیلی آیلیش رو ببینیم و دوباره میام همینجا. خیلی اینجا قشنگه. منتظر ما سوار اشتباه استانبول شدیم، الان داریم سمت قاطعه. به خاطر بیلیه ها همه اینا. پله داره اینجا. پیش به سوی بیلی آیلیش. رسیدیم به کنسرت بیلی آیلیش. اونجا آقا گوش واسه من نمونده، گلوم درد که داد زدم. من چون کپی رایت میخوره نمیتونم زیاد جای مختلفش رو بذارم، نتونستم، ولی خیلی خفن بود. آقا ما دیگه داریم خونه دیگه. آره خسته شدیم. آره شم پاک شد. آره دیگه ما داریم خونه شدم. برم تا ویدیوی بعدی. خدافظ.